چند در یتیمخانه که کلان شده باشی من یک پسر باید برای شما نقل کنم. هم بگو کو. مرده دکتر چی میگه؟ زنک جان ایمو تو دکتر میگه که فرزند نمیشه نصیب تقدیر همی بده برادر یک دکتر بیا برادر که سلام باشه برادر من شما سعی داده میتونم ایجای روسیه دیوازم دوگانی تاول کرده خودش سعی فرزند رفت و شما میتونیم برادر با فرزندی قبول کنید و زد پدری کنید. چقدر خوشبخت خرسند میشم دکتر رحمت لیکن ما باری کودک از خردسالی کلا نکردیم میشد که همون یک تایی همون رو من بگیرم همون بچه رو خیلی کلان کنم با وایر برسونم خیلی دیگر چه شاید یکم بی فرزند دیگر بود میاید در ما میشد زنک دیدی خداوند چقدر بزرگ است بینا صاحب فرزندم شدیم بعد میدونی چی زنک جان نامش حکیم جان نام میکنیم حکیم جان مایل مردک جان ویدیو چشم حکیم جان شیر بچه میشه شیر بچه حکیم جان مردک جان راستی گپ من قصه را خودم نفهمیدم که مادری اصلی ما که مرا به دنیا آورده این کسا نبودیان من این قصه را خودم نشنیدم و در حیرت ماندم من 26 تا 30 دارم فقط مرا یک چیز غم میداد همین بود که من در کجا به دنیا آمدم تا انا می روزا مرا درون به درون غم میداد انا که نه فهمیدم این قصه را که من کی بدم و چی بدم و مرا کی زایده بوده نام شما چیه؟ نامی من حکیم جان مولا بچه من بسیار نامی تو را شنیدم حکیم جان نامی من حبیب جان فهمو راستی گفت با چه خیلی ناممون موافق اومده یا؟ من راستی گفت این پلی جمع کردگی دارم نه که با پلای من همش با دزدی و با مشینیکی و با غارتگری جمع شدگی هست ما پلا را چیکار کنیم؟ خیلی چیزی که تو در وقتش کدی گذشت اکد توبه که گناهات خداوند بزرگ خودش هست خودش میبخشه میگه که زندگی مخصوص بحری بندگی است زندگی بی بندگی شرمندگی است فهمو زندگی بی بندگی شرمندگی است من یه رو فهمیدم همیشه گفتنیم که
ما پولایی که به غارتگری و به دزدی جمع کردم ما او را چیکار کنم اکه؟ یک راه داره. بزرگا میگن که ای راه بزن خیر کن. هیچ گم نه. بیار خیر که صدقه که خداوند ببخشه گناهایی کردگی تا. خب چیزی که خودت بگی. اگر نه من یک دو رفیق دارم، نه شاگرد دارم. اونی زنگشون میزنم. پلا رو روی کنن میدونی من چیکار میکنم. میام اینامی حبیب جان و حکیم جان همش در ده خیر میکنی. چی گفتی؟ نه این کارو نکن. وقتی که آدم صدقه میکنه خیر میکنه با دستی راستش خیر کنه با دستی چپش درک نیومه. گپیتم درست. قبول مولا بچه چیزی که خودت بگی. خطر آبروی محمد در جای میره در امان خدا باشد. خدای تعالی نگهبانتان باشد. در زندگی یگان غم و غصه فقط خانهاتان توی تماشا و به وقتی خوش زندگی کنید. الله اکبر. ماما در توی کن سلامت باشید. بدرو شب ماما در خونه یکان کس هست نیست اینجا خیلی میبونیم با بچه آمدن یعنی ما میکنن اینم یه آدم خیرخواب داره. رحمت خدا دولتون عید زیاد کنه. الله اکبر. مالش خوب ماما. اینم یک خیرخواب داره بچه که خیرخواب یک خوب چور بده. همین کجا دمونی؟ اوی توشکندی؟ این بچه های خیرخواه را که دو بدی. خیر مالش الهیم آمین. هر کس به مراد و مقصد و بخت خوش تن صحت عمرشان دراز کنه سال امانی و تنجی کنه هر کس به مراد برسه. همین خیلی چیز کارا بسیار شانانو دولت از تنجی و امانی کنه به مراد و مقصد برسانه. الله اکبر. بسیار شانانو الله اکبر. مالش باید توشکندی. خوش آمدید.